ملائکه عادی نیست. جبرئیل فرماندهی همه ملائکه های الهی است، مطاع است. ملائکه است که هم خازن بهشت و هم مالک دوزخ با همون عظمتش اطاعت از جبرئیل میکند. بنابر وقتی که شب معراج پیغمبر بزرگوار ما برای تماشای جنت رفتند، جبرئیل امین خازن بهشت سفارش داد که افتح لمحمد ابواب الجنه، برای حبیب خدا محمد درهای بهشت کشا تماشا کند. مطاع ثم امین. امین و ملائکه است که در آوردن وحی خدا به پیغمبران هرگز خیانت نکرده است و هرگز خیانت نمی کند.